رفوگران، متولد 15 اسفند 1309 هستم. محله خانی آباد به دنیا اومدم. کلاس ششمم رو که خوندم دیگه رفتم بازار. یعنی در حقیقت باید بگم که مثلا 14 سالم بوده، مثلا دیگه اینطور باید باشه. اولین کاری که به اسمشو اگر بذارم تولید که در اون عالم بچگی انجام دادن، اون زمانهای قدیم عکس ها رو توی آلبوم به صورت گوشه عکس میگذاشتن. یک چیزایی بود که در گوشه عکس قرار میدادن که پشتش چسب داشت، اینو میچسبوندن و این میگفتن بهش که گوشه آلبوم. اینا رو من سنبه ماتریس درست کرده بودم و تو منزل توی زیرزمین اینا رو تو قوطی‌های ستایی میذاشتم تو بازار. این کار اول من بود. بعد چطور شد که من صاحب سرمایه جدا شدم از پدر. پدر یک به اصطلاح اون روزای پارتی میگن، پارتی مداد ژاپنی. ژاپن اون موقع جنساش خیلی نامرغوب بود ولی خب ظواهر خوبی داشت این جنساش که میمد، چون ارزون هم بود میخریدن. این مداد کیفیتش خوب نبود. خود پدرم زیاد میل نداشت، پشیمون شده بود که این مدادا رو خریده. هم سخت میخریدن و همین که خود اینم چون کیفیت نداشت را دستش نبود که این جنس رو بفروشه. من فکر کردم که من اینو به صورت یه عروسک در بیارم که حالا بچه ها خوششون میاد، بالاخره عروسک دیگه چیزیست که بچه ها دوست دارن. تو ذهنیت خودم نقشه کشیدم. بعد بر طبق اون نقشه رفتم به یک قالب سازی بود به نام هامیک سر خیابون دولت. اونجا گفتم که یک لوله پلاستیکی برام درست کنه که 2 مداد بشه تو هم بکنن و بعدم یک کله عصایی طرحشو کشیدم دادم بهش. اینم ساخت و داد و خلاصه من 2 مداد که سر هم میکردم، این مدادام رنگ و رنگ بود، خوشگل بود. این عصا رو سرش گذاشتم. اون موقعم تازه ازدواج کرده بودم. خانومم هم 13 سالش بود، خود من مثلا 20 سالم بود. یه کلفت هم داشتیم 9 سالش بود. این خانواده ما بود. بعد یک بسته ابریشم از این کلافای ابریشم گرفتم، رنگ و رنگ دادم به خانم. گفتم بلدی از این چیزا درست کنی که سر تسبیح ها آویزون میکنن اینا رو؟ گفت بله. و خلاصه کارگاه ما شد. خانم من و اون کلفت 9 ساله و این مدادا رو سر هم کردیم و من یک چمدون ریختم. یه مقداری البته یک صندوق خریده بودم از پدر و بردم. اول ناصر خسرو یه حراجی بود به نام اصغر آقا، گاهی میمدم ما خرید میکرد، میشناخت منو. من بردم این مدادا رو، گفتم اصغر آقا این آوردم شما برام بفروش. مدادا رو که وا کردم توی طبقش ساعت ریخته بود. ساعت‌های ژاپنی به درد نخور حراج کرده بود، ارزون، دست میزد و اینا. دیدم اصلا محلم نذاشت. گفتم اصغر آقا من با شما بودم. گفت پسر آجی راحتم بذار کاسبیمو بکنم. گفتم اصغر آقا چرا قبول نمی‌کنی؟ گفتش که این به درد من نمیخوره. من خیلی مایوس شدم. گفتم اصغر آقا تا شب چقدر کار میکنی؟ گفتش که 5 تومانی. من یه 5 تومن در آوردم بهش دادم. گفتم این 5 تومن رو بگیر، اینا رو جمع کن، اینا رو مدادای منو برید. تو 5 تومن میخوای کاسبی کنی، اینم 5 تومنه، اینو برای من بفروش. وقتی که مدادا رو ریخت، اونو جمع کرد و مدادا رو ریخت روی طبق، اینقدر جمعیت جمع شد که منو پس دادن. من برای یه لحظه دیگه نه اصغر آقا رو میدیدم نه اون مدادا رو. وقتی جمعیت رد شد مدادا تموم شد و این اصغر آقا اومد و یه چی دیگه مچ دست من رو گرفت و منو برد یه قهوه خانه بود به نام قهوه خانه آینه. بعد گفتش که باید قرارداد ببندی که اینو فقط به من بدی. اینقدر من ذوق کرده بودم. گفتم بابا میدم تو. گفت نه من. بعد
پول منو که داد هیچی، یه دسته اسکناس به من داد، گفت اینم بیانه بقیه.